ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 1 ماه سال 2023 خبر داد که در نتیجه سنجش ویدیوی بددهانی نسبت به دختران راهگذر که روز 27 اپریل در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، دو جوان ساکن محله اسپیچک معین و دستگیر گردیده هر دو را به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. در ویدیویی که یک جوان زن به پرویز تیوی فرستاد دیده میشد که دو جوان نسبت به دختران راهگذر از الفاظ خیلی قبیح استفاده میبرند و باز آنها را گناهکار میکنند که گویا خودشان با سر و لباس خود آنها را به گپرتویی تحریک دادند. مؤلفان نوار از جوانان میپرسند من چگونه شما را تحریک دادم؟ مگر تنم لج بود؟ او می نویسد که بیمار داشتم و برای عیادتش به بیمارخانه را سپرده بودند، ولی طب ناخوش آنها را این جوانان باز هم ناخوشتر کردند. همه به ما نگاه داشتند، ما را شرمنده کردند. نخود ما زنها از دست چنین مردان بعقل در دولت تنج و آرام به کوچه برآمدن نتوانیم. پس این همه آبادی برای کیست؟ نوشته بود مؤلف ویدیو. میلیسیای پایتخت تاجیکستان خبر داد که در نتیجه سنجش نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسیا، شهروندان، عالم و فرمزان عبدالرزاقویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اسپیچک و نصرالدینوف شاروخ رستمویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اسپیچک 2 دستگیر شدند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی در اطلاع میلیسیا گفته می شود که آنها سانحه 27 اپریل سال جاری تقریبا ساعت 17:00 دقیقه هنگامی در کوچه اسپیچک قرار داشتند نسبت به دو دختر جوان راهگذر مناسبت دخالانه نموده با الفاظ قبیح شأن و شرف آنها را پست و ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. نوار مذکور در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های منفی شهروندان را به میان آورده از مقامات میلیسیا درخواست نمودند تا نسبت به جوانان دغل گفتار چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شود. وابسته به حالت مذکور نسبت به عالم رمضان و نصرالدینوف شاروخ طبق طلبات ماده 460 مای داوبوشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه ناحیه سینو نسبت هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. میلیسیا گفت ضمن مرافعه سعودی نامبردگان جهت من بعد به قانون شکنی دست نزدن صدقاً اظهار پشیمانی نمودند.